lässig oder nonchalant. سلام دوستان، صوفی هستم. lässig سطح B1 و B2 هستش، اما نونشالانت سطح C1 و C2 هستش. در زبان محاوره umgangssprache از lässig استفاده میشه، اما در متن‌های رسمی تر و ادبی تر از نونشالانت استفاده میشه. lässig به معنای راحت، بی تکلف، خونسرد، حتی توی لباس اسپورت و کژوال استفاده میشه و یا باحال و کول. کاربردش اینه که به طور مثال ist sehr lässig، اون خیلی خونسرد و راحته. Sie trägt lässige Kleidung، اون لباس کژوال یا همون اسپورت پوشیده. و bleibt lässig، آروم باش، خونسرد باش، ریلکس باش. نونشالانت سطح C1 و C2 هست. بیشتر تو سطح امتحانات دیده میشه و رسمی تر و ادبی تر. به معنای بی‌اعتنا، خونسرد، بدون نگرانی، بی تفاوت، انگار هیچی اتفاق نیفتاده. به طور مثال reagierte nonchalant auf die Kritik، اون نسبت به انتقاد کاملا بی‌اعتنا و خونسرد واکنش نشون داد. Sie ging nonchalant weiter، اون بدون اینکه اهمیتی بده به راهش ادامه داد. اگر هدفت رسیدن به سطح C1 و C2 هست، هر دو رو یاد بگیر. اما نونشالانت واژه‌ای پیشرفته تر و مناسب نوشتارهای رسمی و آزمون‌های C1، در حالی که lässig توی آلمانی توی مکالمات روزمره خیلی زیاد استفاده میشه. حالا 2 جمله بساز، یکی با lässig و یه دونه هم با نونشالانت. برام بفرست.